مرکز مطبوعات وزارت تندرستی با نشر 3 عکس در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که هر هفته روزهای سه‌شنبه و شنبه در این اداره روزهای قبول شهروندان از جانب رهبریت وزارت دایر می‌گردد. امروز 3 آگوست سال روان وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جمال الدین عبدالله‌زاده یک قطار شهروندان کشور را که با مسائل گوناگون به وزارت تشریف آورده بودند قبول نمود. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان مراجعت شهروندان را شنیده وابسته به حل مسائل ایشان به مسئولین ساحه دستور و سفارش‌های مشخص داد گفته می شود در اطلاعیه. این نخستین عکس‌های جمال الدین عبدالله‌زاده در مظهر عام در پی خبر لطوکوبش از جانب خواهرزاده‌های پرزیدنت در تاریخ 20 ایول است. مقامات وزارت تندرستی هفته گذشته این خبرها را بپایه نامیده گفتند که عبدالله‌زاده برای مذاکره مسئله خریدن واکسین‌های روسی اسپوتنیک به مسکو رفته است، اما درباره ملاقات‌های او با مقامات روسیه یگان اطلاع رسمی نشر نشد و این به آتش گمان‌ها درباره وضع سلامتی وزیر روغن بیشتر ریخت. رادیوی آزادی خبر داده بود که بعد فوت قربانبی رحمانوف خواهر خردی پرزیدنت امامعلی رحمان در بیمارخانه حکومتی، خواهرزاده‌های پرزیدنت چند دختر و وزیر تندرستی را لطوکوب کردند و در نتیجه جوق وزیر سخت آسیب دیده است. یادآور می‌شویم روز 26 ایول رادیوی آزادی خبر داد که 3 خواهرزاده امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان شام 20 ایول پس از شنیدن خبر مرگ مادرشان قربانبی رحمانوف پزشکان بلندپایه از جمله وزیر تندرستی کشور جمال الدین عبدالله‌زاده و رهبر بیمارستان حکومتی خال محمد رحیمزاده را لطوکوب کردند.